از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه، در حلقه گیسویت زولانه شوم یا نه، زولانه شوم یا نه، دیوانه شوم یا نه. زلف تو پریشان است من نیز پریشانم، در زلف پریشانم من شانه شوم یا نه. گر زلف که نه بجیری آقا چه خالی اشتنی جنگیری؟ یا جنگیری یا راستی بخالی بای ها؟ بخالی بای و پیش من برسک بابو بخاله بای ولی تو فقط میگی که شرگان خودیه و پیش من برسک بابو بخاله بای خیلی تو هم اقل لبلبی رو چه خاله چیگه پای ها؟ چیگه پای که لبی اکنشون ایلا چیکار میکنی؟ هیچی فیلم برو نمیشه بیام از اون کمک کار داشتم سعی کنم اگه همی پیار تو بیکارم قراره کرده بیایم برم همی زامه نمی بران معباس بشم پیار من بیکارم بیکار خود تیار دیگه گیلگو قراره کرده تشکیل خورانوار دارم بیایم برم قرار کرده خاطر عباس چرخی گرفته ان امروز زمانت کنن که برم کن بخریده؟ نه برو کرایه کرده با اونه ما 7,000 با میبرم میدم سایی همین بیایم برم زمانت کنم امروز بده به دست بدار و پیار من بیکارم برو خب خیلی اینی دیگه علی که بیکارم بیام و جلوشن خبر چی میگی؟ و جلو شدم پیار من کجا جلو شدم؟ من خودت ده کدومی؟ سیوشون مبارک باش سه شیوه میفهمی چی کار؟ کی رفتم؟ میفهمی چی کار؟ چی کار؟ برفتم اینجا و خدمت شما عرض کنم کاکام زنگ زدن که انا بیکاریم شما بیاین که ما می انا شیلیار داریم اینا رو جمع کردیم و بالاخره انا همون ما شما 1 لک و 2 لک من نمیفهم چند که ما به سخت برداشته بیدیم منا رو گفتم پولا شما شیلیار شما رو بدیم انا گفتم تا چه شاید نه با کنو گیلم بیار من بیکارم دیگه بیکار رفتم دیگه بریم و برم نه گیلم کچور قبول میکنم چرا؟ من چیکار شدم؟ کسواره خاله من سلام بگو سرگی اه چیکار شده دیگه داده پوست که من گنده یا کشیر ولای یعنی من مرتکه قبول نداره بابا مونده نباشین زنده باشی بابا چای شما چای بردی آه خوب کار کردی همینجا بگذارم بابا یا من میرم امی عباس بچه خاله ما امی کجیر بچه خاله ما بیامده که امی عباس برار ما رکشای برای خود کرایه کنه بفهمیدین بیامده بود برات شما که بیای امی پیار تو بره زامین شه ما گفتم پیار ما سر خرمن ارزنای هم نمیتونم انا باشه من میایم ما گفتم باشه انا به پیار خود چای میبرم من میایم میرم زامین میشم گپی نه مشکل نداره خیره تو میری زامین میشی یا دیگه بابا چیکار کنیم بچه خاله ما حداقل این بیچاره کار کنه و خود 4 روپی پول لقمه نونه به خود پیدا کنه نگو بله اول دیونه شدی تو دیوانه شدم به شما معلوم نیه که من هوشیارم اشته بشیه که تو میری زامین میشی خود چه کار میشه بچه خاله باشه منه بچه خاله تو پول کنه میده سچرخ منطقه کرا میکنه هرو که سچرخ کار میکنه کرای منطقه میره دیگه اگر سچرخ منطقه خراب کرد تو اون کی میده خود میفهمه دیگه من چی میفهمم من یک زامه نمیشم من چی کار دارم خراب میکنه همین سوار داره سچرخ ازی گم میشه تا اون ازی کی میده او گم میشه بابا خود اختیار خود داره من چی کار دارم گم میشه برای تا اون بده ما کوامن زامین گم شدن اینیم دیگه خوبه دیگه من مثلا یک زامین نمیشم که اون نفر سچرخ بده مثلا من قدیم میفهمی بوجو پولداری زامین شو بی پولی شاید شو بفهمیدی خب یا اگه گم شو مگر تا اون مبودم یا تو مگم بدی تا اون چرا ما تا اون بده یا حادثی برای رخ میده می گم میشه چیز میشه مگر تا اون ما بده کو زامین اینی دیگه خب
من شاهد میشم زامین نه من پول شما خود شما میگه پولدار زامین شو بی پول شاهد شو آفرین حالا تو ضمانت میکنی تو پول داری که اینگاه که ضمانت میکنی بابا پولدارو کن نمیخره و کرایه مایه بابا جا هر حادثه به سچرخ روخ بدن نه تاونیر بدی تو یعنی- بچی نازو سربازی که پچی میشه یعنی ولی میگه نرم بابا نه نه او برات شما آمده من گفتم اوی واس پیار خو میرو خیر کارا زامین کنه کو جون اپیش خود سرپرشی نکو ما را بقما دنیا آغشت نکو که تو میری جوا کاش زامین میشی من چی میفهم بابا من گفتم البته همی که یک ضمانت بکنم من دیگه هر بابا جان مسئولیتی باشه زمانت پیش کار خودم سختیه بچه خوب بگردم من گفتم پیار من نمیرسم باشه خود مبارو نری. شد بابا بو گفتیم به من نری نه که که من ماستون ترمز چای من رای کنم شاید خوبه سه بابا خوب شد با من بگفتیم نه من بیزارم که بابا شاید زامین نشی خوبه باشه وای 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 این مثل مردم قدیم پولدار زامین شو بی پول شاهد شو هی اما آفرین شما شو خالی من ندیش نه زمانت برار من نکن آنی هم گلک دیونه آدم ور افتاده آنی بچی ماما می گلو آنالی میره زمین برار محباس میشه قرار کرده زمانت میکنه تو پیار تو برار تو رمزون نرفتی به چی زمانت؟ سچه آها که آه گفته کرایه میکنم ها عباس دیگه بجی تو بیا تاشو تاجی نفسکی بولو جو بله تو می بری زمانت عباسو کنه عباس زمانت میکنی که به خود چرخی کرایه کنه بله خب که جیر از تو کسی نیا پرسان کنه بله ها که همی گلور کسی به گلور خیرات نخن گلو نخن بیا سر جا خوشتاد چو بابا تور به این کارا کی آورده تور خبر به میکنه خیرات با همه خبر میکنم گردن برم تور مفته خیرات رانه برو که برم کار خو آفرونی که روی مروردش میاد میره زمانت میکنه شما پیار بچه چی؟ یک دانه که سچرخ همه تک گم شه مگر اون لافته بعد از این بستنم برو کاکا برو گلو زمانت نکنی بیا با تو کاری گلو بله مگه بله زمانت نکنی که نکنم ضمانت نکنم چکار میشه خیر بینی آفرین ضمانت نکنم از تو خیلی شیارتریه بیا که بریم گلو بیا بریم به حرف شرقی نکن بیا بریم آی به قربانی دم دروازم شام ها دلارام ای صدا تر میشنوم استاده میشم ای جانم ابو ای وی صدا تر میشنوم از دور و نزدیک شریف دست خوب آدم بیاقلی خود بشی که دستم حالا استاده گناه داره با کجا بودی؟ کجا مگل به کجا کلون شدی؟ چرا؟ من برو من میگه کلون شد چرا؟ بابا به تا خوندن ما گپ میاری عیاد ما بله که دو قسمت بود که تو خوندن میکردی من نمیوان تا خلاص میشو یاره بگو کجیر بیامد پیش تو کی؟ کجی کجی؟ آه صبح بمون خاطر زمانت که بود صبح عباس باشه میگه به خود سکل میرسه چرخی میخره ریشکای میخره رکشای ما کرا کنه نمیخره بفهمیدی؟ سیک یک کار دیگه که خوب تو برو به پیار خوب بگو نه که یک دم زامن شه چره؟ که او باز چرخ هم کرا میکنه او نه که یک دم زامن از او بشین که صد حادثه خطر داره او بفهمیدی بچه نادون عباس او چی میفهمه سر به چرخ بینی چی میشه سال خر سوار نشده بفهمیدی؟ نه که یک دم بگی زمانت از این بکنه خوبه؟ زمانت پیار خوب بگی که سبا روز هر تاونه بشه پیار تو بستونه من به تو گفتو
بفهمیدی؟ اما مردم قدیم میگفتن که بیکاری شاهد شو پولداری زامن شو بگو به پیار خو تو قدیمی؟ آره من با تو گفتم من قدیمی نیم مردم قدیم میگفتم با تو قدیمی گفت خوبه آره من برو خب مرد زامن میشم. آره این سرقی هرچی بگی بگو من شاهد شم. به پیار خو بگو چی بگم؟ ترکی با ما زامین شی تور منطقه قبول نمیکنه ترکی قبول میکنه قیافه تور ببینه منطقه تور قبول نمیکنه درسته. میفهمه که تو از این افغانستان نی تو فقط میگی با گلخند دمو ماتیش میگی تو نظر از سیاسی اصل خواه پیینه بفهمیدی؟ انا من کار ندارم من رفتم منطقه به تو گفتم انا من رفتم خوبه من این کار نداری بیرش بله خدا و دست سرقی بخی برو بگم خودت تو دست هم نمیگم بیا میگه تو برای شاهد شو